برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود به یکایک شما تماشابینان گرامی شبکه یوتیوبی پیام تیوی و شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی. برنامه تحلیلی دیدگاه است و شوکتی محمد با شما هستم. تماشابینان عزیز، رسا 5 سال پیش دوم ایونی سال 2016 14 نفر از اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را رژیم خودکامه امام علی الرحمن بدون هیچ جرم و بدون هیچ گناه پشت پنجره زندان کرده بود که در بین آنها خانم ظرفا رحمانی نیز بود و او را نیز به حبس برده بودند و ظرفا رحمانی سال 2016 آزاد شد. اما حالا این 13 نفر باقی مانده اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و صدها دیگر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله ضیائیان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران پشت پنجره زندان شدند و حالا این پشت پنجره زندان شدن ها ادامه دارد که مثال آخرینش میرزاقل حاجی ماتوف، یعنی طبیب مردمی میرزای حاجی محمد هستند که به 5 سال زندان محکوم شدند. جرمشان چی بود؟ هیچ کس نمیداند. میرزاقل حاجی ماتوف شخص ساده نبود. میرزاقل حاجی ماتوف نه فقط طبیب بود، در رشته حقوق هم خیلی معلومات جدی داشت و خیلی شخص حرفه‌ای بود در رشته حقوق نیست. بیایید امروز درباره میرزاقل حاجی ماتوف خواهیم گفت. تماشابینان عزیز، چنانه که برایتان گفتم، حالا 5 سال گذشت. امروز 5 سال می شود آنه که چندین وقت در بازداشتگاه بودند. با این 6 سال می شود که اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشت پنجره زندان هستند. 2 نفرشان حبس ابد گرفتند بدون هیچ جرم، بدون هیچ گناه. و امروز یکی از اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را شنیدیم که میرزاقل حاجی ماتوف با مشهور با نام میرزای حاجی محمد که در شبکه فیسبوکی گروهی فیسبوکی نیز داشتند و در آنجا توصیه های طبیب میرزای حاجی محمد، یک گروه بود که از 4000 نفر عبارت بود، در آنجا توصیه های طبی میداد. امروز شنیدیم که به 5 سال زندان محکوم شده است. طبق گفته پیوندانش یگانه دلیلی که مقامات علیه میرزاقل حاجی ماتوف پیدا کردند یک نوشته اش در فیسبوک بوده است. در بیش از 1 ساله که مردم جهان با کرونا ویروس دست و پنجه نرم می‌کردند، میرزای حاجی محمد شاید جانی 10 ها نفر را توسط مصلحت و کمک‌هایش نجات داد. اما یک انتقاد، یک حرف تند، یک اعتراض لفظی به عملکرد رژیم در بهشت روی زمین میتواند تمام نیکی‌هایت را برباد دهد. یک لایک هم میتواند تو را 9 سال پشت پنجره زندان برد. اگر 10 ها سال خدمت این کشور، این ملت را کرده باشی، در خدمت این مردم باشی و یک حرف ناجای در حق پیشوایش گفتی، در حق حکومتش گفتی، اگرچه غیر قانونی نبود، اگرچه تنها تنقید بود که تحقیر نبود، جایت پشت پنجره زندان بشود. ببینید، حالا معلوم نیست، حالا ما هم ندانستیم، نفهمیدیم
که کدام نوشته میرزای حاجی محمد در فیسبوک رو مقامات تاجیکستان با 5 سال پس پنجره برابر کرده اند. اما نزدیک به 40 سال خدمتش در رئانیماسیا شعبه احیای بیمارستان که شاید آنجا هم جان صدها نفر را نجات داده است و بیش از سال خدمت شبانه روزی بیموزش در شبکه اجتماعی در مبارزه با کووید 19 کمترین قدردانی از جانب حکومت کشور نشده است. برعکس شروع از سال 2012 که میرزای حاجی محمد مدیر شعبه احیای ناحیه 8 بود، همیشه فشار تعقیبش میکردند تا از فعالیت های سیاسیش دست کشد. بعد اجرا نکردن طلب مقامات که از حزب خارج شود، از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در سال 2013 میرزای حاجی محمد را از کار راندند از بیمارخانه. همین از بیمارخانه راندن ها چندین مراتب تکرار شده است. حالا میگویم تان تماشابینان عزیز. اما با گذشت 2 یا 3 ماه که ببخشید چند نفر به سبب نبودن متخصصی ورزیده چون مرزاقل حاجی معطوف در شعبه احیا جان دادند. بعد مرزاقل حاجی معطوف را به جای کارش برگرداندند، اما دیگر نه به حیث مدیر شعبه، همچنین یک کارگری عادی. شاگردش مدیر شعبه احیا، خودش کارگری عادی بود. از همون سال تقریبا 20 سال باز من مرزاقل حاجی معطوف را میشناسم. زیاده از 20 سال باز میشناسم. از همون سالهای 2000 تا به همون سال 2015 16 بود 17 بود تقریبا 5-6 مرتبه مرزاقل حاجی معطوف رو از بیمارخانه به خاطر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودنش راندگی هستند. میرانند، متخصص رو میبرند، چندین نفر در رئانیماسیا میمورد، با خشامت کنان گرفته میبرند. با مایلش در حزبت هم باشه مردم نمیرد از بالای ما شکایت نشود. با میبرند میمانندش، با چندین وقت دیگر خدمت میکند، رئیس ناحیه نو میشود، رئیس امنیت نو میشود، با همین مسئله برداشته میشود. اوه نهضتی مدیر شعبه رئانیماسیا، اوه با زوریش را امنیتی نو، مدیر امنیتی نو، رئیس ناحیه نو نشان داده نمیشود، با همین مسئله برداشته میشود. با خارجش میکنند، زوریش را به بالا نشان دادنش در کار. با میرود چندین نفر در رئانیماسیا میمیرد، با میرند با میبرندش. همین 4-5 مراتب شده از همین حالت. یک نفری حرفه‌ای در ساحه طب. حالا ببینید من گفتم که در مسئله حقوق نیست، یک شخصی حرفه‌ای بود. دانشجویانی تقریبا سالهای 2010 2011 2012 در شهر خوجند ایده از دانشجویان میدانند مرزاقل حاجی معطوف در بینای شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت از حقوق درس میگفت. تقریبا 200 نفر در درس حقوقش اشتراک میکردند که 50-60 نفری آنها دانشجویان بودند. میرفتند به نزد یک حقوق شناس، نه دانشجویانی فاکولته حقوق شناسی رفته از حاجی معطوف مرزاقل حاجی معطوف درس حقوق میگرفتند. ثبت‌هایش وجود دارد، حالا در پیشم نیست. ثبت‌هایش وجود دارد، حالا این ارشیف ها برداشته می شود. اون نفری نبود که حقوق خودش را نداند. اون نفری نبود که در مسئله جنایت به احتیاطی کند یا در جنایت کاری کند. او خیلی قدم هایش را شمرده میماند، هر یک قدمش را میشمرد. برای همین هم میدید که یگان گرم قانون نقض نشده است. برای همین به خودش باورش بود که میرفت تاجیکستان برمیگشت.
ببینید یک شخص حرفه‌ای که اومد در روسیه برایش به خاطر آن که واقعا یک شخصی در ساحه تیپ حرفه‌ای بود، در حال برای شهروندی روسیه دادند، به جای کار تامینش کردند، باز بر زمین خانه اش داده بودند. همین نفر میرزای حاجی محمد سال گذشته برابر سر شدن پاندمی کرونا ویروس در فیسبوک صحیفه باز کرد، در حال برای اینکه همه مردم به تهلکه به پانیک افتادگی بودند. شبانه روزی معلومات می نوشت در صحیفه فیسبوک، مصلحت می داد، به سوالهای مردم پاسخ می گفت، در حالی که همون شب روز در همین حال مردم همین خیلی در حالت بود که حکومت کرونا ویروس نیست به تاجیکستان ندار آمده است دست گفتن که تی آواره بود، مردم بمردن. پی هم مردم همین خیلی مثل یک توده می شده، همین خیلی مرده ای مردم با سلفان ها میپیچوندن، حتی بالای گروه ها رو با سلفان میپیچوندن. خودی طبیبان چیکار کرده از این کرونا ویروس خلاص شدن رو نمیدونستند. یکی از کارهای مسخرهشان این بود که ویروسی از مرده ویروس بالا نبراید گفته بالاش به سلفان میپوشوندن. در همین شب روزها میرزای حاجی محمد علما اساسناک گپ میزد و به مردم توصیه های طبی میداد. حالا بررسی نوشته کاربران در صحیفه‌اش نشان میدهد که هزارها نفر از مصلحت های میرزای حاجی معطوف بهره میگرفتند و به سوالهایشان پاسخ میگرفتند. ببینید همین صحیفه توصیه های طبیب میرزای حاجی محمد نزدیک به 4000 کاربر دارد، 4000 پادپیسچیک دارد. این کم نیست برای یک نفر طبیب. برای ببینید این رو میکرد، یکان پول میگرفت، یکان از پولش میداد؟ نه. ببینید برای ترجمه و نشر نوترین مقاله های علمی، مصلحت های شبانه روزی به کاربران شبکه های اجتماعی، پاسخ به سوال بیماران و نزدیکان آنها، به میرزاقل حاجی معطوف کسی معاش نمیداد. هیچ راهی درآمدی از این طریق هم وجود ندارد. اما پزشک میرزاقل حاجی معطوف این کار را میکرد بدون انتظاری، هیچ تشکری از هیچ کس منتداری هم انتظار نبود. حالا در این مدت ها که مقامات بازداشتش کردند، دقیقاً چند مقاله دیگر نشر میکرد و به سوالی صدها نفر پاسخ میگفت. در مسئله عدالت چنان ذره‌بین بود که در یک جای یک ناعدالتی رو میدید، حتما او نهضتی است، غیر نهضتی است، دوملا است، غیر دوملا است، حتما گفته میگذشت. حکومتی از فرق نداشت. وقتی رفت تاجیکستان رو دید، درباره از بین رفتن کرونا ویروس در تاجیکستان نوشت. گفت که واقعا با چندین دلیل های علمی آورد، چندین دلیل های واقعی آورد. گفت که واقعا شرایط اینجا همین است. اگر یک شخص سیاسی می بود، او میدونست چی بگوید، لیکن دید واقعیت رو گفت. گفته او رو ما هم قبول کردیم. ما خواست در این باره نگفتیم که واقعا نه مقامات تاجیکستان دروغ گفته ایستادند. در حقیقت حالا هم هست کرونا ویروس، اما تاجیکستان پنهان کرده ایستاده است. بجز چند روز پیش که رسانه شد که در خوجند 20 نفر باز
با کرونا ویروس گرفتار شدند اما مقامات رد میکند. حالا ببینید میرزای حاجی محمد، میرزا قل حاجی متوف، طبق که گفته سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بابا جان قیمزاد اول سال 2015 اختیارا از صف این حزب خارج شد و فعالیت سیاسیش را بس کرد. بعد از این یک سال دیگر در تاجیکستان ماند، در بیمارخانه کار کرد و بر روسیه به دیداربینی فرزندانش میباید، به دیداربینی نبیرگانش و طبق مصلحت فرزندانش در آنجا به جای کار مراجعت میکنن که در حال جای کار، خانه و در همه چیز شهروندی رو پیشنهاد میکنن وقتی که از اتستاتسی میگذرد. بعد از این به جای کار ایستادنش در روسیه چند بار به کشور سفر کرد، به دیداربینی خویش تبارش آمد و هیچ مشکلی نداشت. حالا از زمانی که از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خارج شد 6 سال شد، 6 سال گذشت و اینک حالا ببینید با اتهام عضویت در حزب و سازمان ممنوع یا تروریستی میرزا قل حاجی متوف بازداشت شده است و زندانیش کردند، برای 5 سال زندان شد. تمام نوشته های میرزا قل حاجی متوف را در صفحه فیسبوکش تحقیق کردم، دیدم صحیفه به صحیفه همه شک شده با دوستان، هیچ حرف غیر قانونی پیدا نشد. بعضی از جمله هایش را که به نظر می نماید امکانی دارد یک خشم مقامات را آورده باشد، به حقوق شناسان نشان دادیم تا از نگاه قانون بها دهند. آنها هم گفتند هیچ حرفی که تواند مؤلفش را به جوابگری جنایی برد پیدا نکردند. میرزا قل حاجی متوف این شما میگفتگی آدم نبود، او حقوق را خیلی یک سر و گردن بالاتر از بعضی حقوق شناسان میدونست. وقتی که همچون نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مرافعه های سودی، در بحث های سودی در ولایت سوق در شهر خوجند اشتراک میکرد، به بدن سودها پرکرارها لرزه می در آمد که به این مرده گپ یافته گفته نمیتوانیم گفته. این نفر هر یک حرفش در ترازوی قانون برکشیده گفته میشد، هر یک حرفش. مرد شوید از این آدم، از گپای این آدم گپی به جنایت نزدیک یابید. نیافتن تا به حال حاضر، نگفتن، نتوانستن گفتن که فلان کارش جنایت بود، فلان عملش جنایت بود و ثابت کرده نتوانستن. 5 سال زندان رفت تمام. یعنی چشم مردم رو ترسوندن. حالا ببینید همینجا به ذهنم یک چیز اومد. اینها تا به همین روز رژیم امام علی رحمان فقط انمی خیلی شخصان حرفه‌ای را پشت پنجره زندان کرده است یا کشته است. مگر زید سعید معروفترین و موفقترین که صاحبکار ده ها و شاید صدها میلیون دلار به کشور فایده آورده بود، یا که بزرگمهر یارف جسورترین و دسترسترین وکیل دفاع که ادوکاتوری تاجیک را به او تصور کردن امکان ندارد، محمد علی حیید در سرگه مبارزه استقلال خواهی قرار داشت. سید عمر حسینی در تاریخش مثل سید عمر حسینی حالا یک شخص جسور
پرجسارت ترین وکیل پارلمان در 20 سال آخر دیده نشده است. نفری که از حقوق مردم در پارلمان به بود جانش دفاع میکرد، صدا بلند میکرد، با جسارت گرد میزد. یا که حاجی حلیم نظرزاده، معاون وکیل دفاع، سابق معاون وکیل دفاع تاجیکستان که با کودتا متهمش کردن سپتامبر سال 2015، کشتندش به بیابان به دره رامید برده پرتفتن، گفتن ما در دره رامید کشتیمش. انا همین حاجی حلیم نظرزاده بود که در سرحد در مرز قرقیزستان با تاجیکستان قرقیزها جسارت نمی کردند به سوی تاجیکستان، به سوی زمین تاجیکستان چشم لا کنند. انا همین حاجی حلیم نظرزاده بود که مسئله مرز قرقیزها جسارت نمی کردند. هرگاه مشکل در سرحدهای کشور پیش می آمد، در صف اول حاجی حلیم نظرزاده قرار داشت. بردن نیست نابودش کردن. فیض نسا واحد و ورزیده ترین حقوق شناس کشور بود. کرامت شریف، عزت امان، زندگیشان را به دفاع از حقوق مهاجران بخشیده بودند. انا هنمی خیل صدها بزرگان گناه نداشتند. گناهشان این بود که مردم آنها را شناخته بود، در نزد مردم قدر و قیمت داشتند، همچون یک شخصان حرفه‌ای، همچون یک شخصان غمخوار ملت دانسته شده بودند. انا برای همین یا کشته شدند یا برای 10 ساله ها روانه زندان شدند. مگر هزارها جوان غیور به ناموس ملت که با اتهامی سلفی و تحریری و تبلیغی و اخوانی و نهضتی و 24 تروریست اکستریمیست شدن، پس دانسته شدن، پس پنجره ها رفتن و بیش از نیم زندانیان کشور را تشکیل میدن گناهکار بودند؟ نه آخر گناهکار نبودند. والا دل جگر سوخته گپ میزنیم. میرزاقل حاجی معطوف 40 سال به ملت خدمت کرده است. 10 نفر به خاطر میرزاقل حاجی معطوف از دم مرگ به حیات برگشتند. حالا 1000 دلیل بیاریم به بیگناهیش، کمک میکند برای آزاد شدنش؟ نه. پس چی باید کرد؟ چیکار کنیم؟ ببینید تماشاگران عزیز، وقت زید سعید را زندان کردند. زید سعید را کشور میلیون ها دلار ضرر دید و تاجر صاحبکاری موفقی را که میتوانید صدها نفر را از پیش برد، اقتصاد کشور را رشد دهد، از دست داد. کشور بردند پشت پنجره زندانش کردند. از ترس چی؟ از ترس آن که نسبتش در قلب مردم مهر پیدا شده بود. در سیمای زید سعید مردم آینده درخشان کشور را میدیدند، چون که زید سعید روز به روز، سال به سال، همه کارخانه هایی که از دست این رژیم به چی متلالام تبدیل شده بودند، آهسته آهسته احیا میکرد، کارخانه میکشد. فابریکه دوزندگیش که جنس، لباس جنس میبرآورد، در یک چند کشورهای اروپایی فروخته میشد. برند شناخته شده بود. حالا به کار در آورده نمیتوانند. بستند، مصادره کردند، دیگه به کار در آورده نمیتوانند.
کارخانه ازاد تا به حال حاضر سرسان و سرگردان است. به چین داده نمیشوند، چین میبوید به کار در آوردن نمیتواند، به یک مزایده میکنند، اukسیون فروخته نمیشوند، این میکنند و این میکنند. تا به حال حاضر زید سعید را بردن زندانش کردن، این کارخانه اش از کار مانده است. دهقان بیچاره سرسان و سرگردان ازاد گفته میگردد. احوال همین. وقت بزرگمهر یارف و فیض‌نیسا واحدوی را به گفت خودشان بی‌ضرر گردانیدند، ملت بی حقوق ماند. ادوکات نیست دیگر در تاجیکستان. ادوکاتی که وکیل دفاع حقوقی که به او باور کرده گپ زنی از حقوق هم دفاع کنین، خیلی و ادوکات در تاجیکستان قریب که نمانده است. حالا وقتی که محمد علی حیید، سید عمر حسینی، غفار میرزا و حاجی حلیم نظرزاده را گفت خودشان بی‌ضرر کردن، یک قسمش را به زندان به حبس ابد پرتافتن، یک قسمش را کشتن، ملت به شخصانی پیشتاز و دلیر و شجاع ماند. وقتی کرامت شریف و عزت امان را بردند، مهاجر تاجیک در روسیه کرامت و عزتش را از دست داد. صدها زیایی را هم که این رژیم کشتند و زندان کردند و مجبور به فرار نمودند، انکنون زیایی در کشور نماند. انا همین طور هیچ یک روشنی و زیایی در کشور نمانده است. حالا ببینید طبیبان چون میرزای حاجی محمد را دارند میگیرند، میبرند پشت پنجره زندانش میکنند یا میکشندش مثل فیض‌نیسا واحدوی تا ملت دوای به دردش پیدا نکند، تا ملت از حقوقش باخبر نباشد. انا همین طور هزاران جوان غیور ملت را شکستند تا غیرت باقی نماند. در بهشت روی زمین هیچ کسی نباید تاجر موفق، حقوق شناس توانا، طبیب کاردان، عالم شناخته، وکیل مردمی، شاعر و نویسنده معروف و حتی سراینده محبوب نباید باشد تا این درخشیدن های پیشوا را کمتر نسازد. سر زبان ها باید تنها نام پیشوا باشد. هیچ مرد، جوان، زن، پیر، حتی پیر فرتودی یک پایش لبی گور باشد هم نباید کمترین انتقاد از سیاست پیشوا کند، چون سیاست خردمندانه نمیتواند اشتباه داشته باشد. سیاست خردمندانه همه برای یک کس، اما این یک کس برای همه نه. فقط در تاجیکستان همه برای یک کس برای همه هست که اولش کار میکند. همه برای یک کس، این یک کس همه رو میدونید خودتون. برای پیشوا این همه باید کف کوبی کند و شعر خواند و بیت نویسد. تماشاگران عزیز، دل جگر میسوزد، کباب میشود. قربانی که ملت تاجیک در 30 سال حکمرانی امام علی رحمان داد، از قربانی سالهای 37 عصر گذشته، جنگ دوم جهان و حمله مغول کمتر نیست. در هیچ جنگ، حالا برای چی این طور میگویم تماشاگران عزیز، در هیچ جنگ ملت به این بزرگی قربانی نداده است. تمام نخبگان ملت از دست این رژیم کشته یا زندانی شدند. قربانی که
جبران ناپذیر است. اوی ملت، ای مردم، ای مردمی عزیزم، ای مردمی عزیزی تاجیکستان، مگر بعد زید سعیدی دیگره، بعد بزرگ مهرو فیضینسا همچنین وکیله، بعد محمد علی حیاتی دیگری پیدا شد؟ نه آخر، نه. این رژیم روح ملت را دارد میشکند و به زودی ملت بیجان روح باقی خواهد ماند. اگر ملت عاجلا بیدار نشود و جان روحی باقی مانده اش را نجات ندهد، وای به حال این ملت، وای به حال این ملت. این ملت ساده دلم، ای مردمی ساده باورم، میرزاقیل حاجی متوف، میرزای حاجی محمد به همین حکومت، به همین رژیم باور کرده به دیدار مادری 87 ساله اش رفته بود. مادر بینی رفتگی. اکنون مادر 87 ساله را 5 سال در فراقش می سوزاند. اکنون کی می داند که این نفره که به این حکومت باور کرده مادر بینی رفت، مادرش را دیگر باره می بیند یا نه؟ حالا چند از هموطنانمون محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان را ملامت میکردند. به جنازه پدرش نآمد، به جنازه مادرش نآمد. ببینید، نفری که به حکومت باور کرد به دیدار مادرش رفت، به مادر بینی رفت، حالش چی شد؟ حالا محیدین کبیری یگان روز از سیاست دست نکشیده است، حالا هم در سیاست است. او نفر از سیاست دست کشیده بود، فقط فعالیت طبیبی داشت. مادر قریب 90 سالش را دیدن رفت، به زیارت مادرش رفت، به همین حکومت باور کرده رفت که من قانون شکنی نکردم، چی گناه کردم که این حکومت مرا به محبس می برده است. حالا ببینید، من خودم از ناحیه اشتم، از جماعت دیهات پانغاز، میرزاقیل حاجی متوف هم از همین جماعت دیهات پانغاز است. 20 سال باز همدیگر رو میشناسیم. دوستان خبر دادن، گفتن که کیها وقت پاسپورتش رو مصادره میکنند، وقتی میرود کیها پاسپورتش رو گردانده داده بودند، ولی به همین حکومت باور کرده تا با آخر رسیدنی، یعنی بررسی پروندهش در همونجا میماند، میبویند بازداشتش میکنند، گرفته میبرند، در یک مدت کوتاه مرافع سودی میگذارد، رو به 5 سال زندان حبسش میکنند. من باوری به همین حکومت. این ملت ساده دلم، اگر شما با این حکومت نظری مخالف 1 سال و 1 زمان داشته بودید، نگویید که توبم را این حکومت پذیرفته است، عفو کرده است. عفو در لغت این رژیم وجود ندارد. چند نفرانی که عفو شدن گفته گشتند با ما هم صحبت هستند، شناسنامه‌شان در دست امنیت از تاجیکستان برآمده نمیتوانند. یک بار بیا عریضه نویس از پیشوا عفو پرس، با هم ما میسنجیم، تو را عفو میکنیم، حجت‌های تو رو درست میکنیم، بگشته میری. انا همین خیل نفران، صدها نفر به تاجیکستان رفتگی هستند، بازگشته نتوانستند، خصوصا فعالان. برزم این بیچاره ها
گماشته های رژیم شدگی هستند. هر روز به تلفنشون زنگ میبیاد، فلانی من حاضر کاغذ میفرستم به مسیجرات، به واتساپات، به وایبرات، به ایمویات، همین رو باید برآمد کنی، باید برآمد کند. همین رو باید در صفحه فیسبوکیت مونی، در صفحه فیسبوکیش میموند. کبیری رو لعنت کنی، نهضت رو این گویی و ها کسا گویی. به همین کار آورن چندین نفرانه که همینم عفو شد. او بیچاره پنهانی با ما در مناسبت است. خفه نشوید، خفه نشوید، من از روی مجبوری میگویم. همینم عفو شد. کسانی که با این ساده لوحیتان نوبت خود را پایده ایستاده اید، شما بدانید که روشنفکری شما، آزاداندیشی شما به این رژیم بخشیدنی نیست. نوبتتان را پایده نیستید. نوبتتان را پایده نیستید. حتما بیایید کاری کنیم که یا این رژیم اصلاح شود، رو به اصلاح بیارد، یا این که ملت را به حال خودش گذارد تا این ملت تقدیر خودش را به دست خودش بنویسد. تماشابینان عزیز، اینجا نهایت برنامه امروزه ماست. برنامه های دیگری ما را در شبکه های اجتماعی، در شبکه یوتیوبی پیام تیوی و در کانال رادیویی ما پیگیری کنید. امیدوارم همگی برنامه های ما برای شما پسند خواهد شد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه